حالی آخجیدی. هی چطوری پسر؟ میبینم که خوب شدی، حالت اوکی شده. دارم غذای محلی تست میکنم. چه خوب، چه غذاییو؟ داشاق ترشی. این رفیقم بانی بهنامه. مارکوس چی داری میگی؟ اون اصلا بهنام بانیه، نه بانی بهنام. دونه 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 دونه. این آهنگ اصلا مال اون نیست. زیاد سخت نگیر پسر. یعنی چی سخت نگیرم؟ ریلکس کن، آروم باش، آروم. مثل من نمبر وان باش، آروم. خیلی گنده است. حالا هرچی مارکوس مهم نیست، چه بهنام بانی، چه بانی بهنام، چه کوچیک چه بزرگ، فرقی نمیکنه اصلا. فقط اینکه چرا اون رفیق توئه، چرا تو اصلا با این آدم میپری، داستان چیه؟ چون نرمه. مارکوس چون اون نرمه باهاش رفیقی؟ من اصلا نمیفهمم آخه. چه بخوای چه نخوای. یه لحظه وایسا مارکوس، پاشو بریم خواهشن. منباخ رابرت، یه سوال دارم. باشه مارکوس، فقط سریعتر بپرس، باید بریم. ای از بواسیرت چه خبر؟ مارکوس میدونم حسابی درگیرشی ها. من بواسیر ندارم مارکوس، اوکی؟ بچه ها من بواسیر ندارم، هیچ بواسیری در کار نیست. نگران نباش، بی کسی چیزی نمیگه. مارکوس احساس میکنم دیگه زیادی داری حرف میزنی. زهدیر رابرت شنبولش طلاه. باشه اونجا دوتا پیتزا هن که دارن با هم حرف میزنن. نه پس داشاقن پیتزا هن دیگه. باشه مارکوس، حالا من یه سوال پرسیدم، عجیب بود دیگه. دولموشی منی تو رابرت. حسات دمم مارکوس، بابا نکن، آبرومو داری میبری. شنبول طلا رابرت بواسیر مزمن داره. مارکوس یه دقیقه آروم بگیر، انقدر منو اذیت نکن، بیخیال شو مارکوس.